بدخشان با طبیعت شگفت‌انگیز، نشانه‌های تمدن باستانی و مردم با فرهنگ و صاحب هنر که در هر ناحیه با رنگارنگی جذاب و ناتکرار به جلوه می‌آید، همگان را جلب این دیار نازنین می‌کند. سفر در آغوش کوهستان بدخشان یک اسرار دارد. آن را نفری که به اینجا تشریف می‌آورد به خوبی احساس می‌کند. اگرچند 15-16 ساعت سوار ماشین به یک گوشه دوردست کشور سفر کردن اندکی دشواری داشته باشد هم، اما حلاوت این همه زیبایی‌های طبیعتی طلاخیز، کوه‌های سر به فلک، آب‌های مصفا و چشمه‌های گرم و سرد خستگی و دشواری را روان رفع می‌سازند. آن آب‌های شفاف و شیرین و دوابخشی که از دل و سینه کوه‌ها می‌تراوند گویا اراده از مکان خود رفتن را ندارند. عکس آفتاب در موج‌های خروشان و با سرعت این آب‌های شفابخش به چشم زده در دل مهر دیگری را جا می‌کند و تمام حشمت و بزرگی آن را نشان می‌دهد. یک گپ روسا میگه بالش سنگ و بالش خلید. ای ما ممین خیلی در جای ما برف بسیارتر شود اگر با نان بسیارتر می شود، چون که همین برف می بارد آب می شود و یخ می کند و بعد من زمین با آب اگر برف نبارد آب کم می شود. ای ما ممین خیل بنابراین برف برای ما ضرور است. واقعا راه بدخشان افسونکار بودن طبیعت را به تشریف کنندگان ثابت می سازد. درختان سبز و قد افراخته، پلیس های طلا رنگ و دهها جزئیات دهاتی چون در اینجا نوار فیلمی به چشم می رسد. تا رسیدن به این گوشه دوردست کشور قدقدیرها دهه‌های زیاد به نظر می رسیدند. مردم همه از پی تشویش‌های روزگار بودند و این دلیل آن است که فضای کشور آرامی و صلح و ثبات همیشه حکم فرماست. خیریت که در ریسپوبلیکای ما صلح و آسایش جایگیر کرده شده است. مردم ما آسایشان زندگی میکنند. همین از همه نستر همین آرامی و تنجیه برای مردم هم پیش از همین لازم است. راه‌های بسیار نقص کرده است. من 2 سال نرفتم شهر، پایتخت نرفتم. خیلی بسیار راه‌های شروع کردگی، از اون جمله همین روی کولوب خورو بسیار روی شروع که شروع بود میبیوی همین خیلی رو نغزه راستی گپ اتفاقی، آرامی، خوشبختی، از همه بهترم اتفاقی، چنان خوشروی که هیچ به هم دیگر همه یاری رسون یک دیگر هستند، دست به دست میگیرند و کار میکنند. اگر ما در 27 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به نظر گیریم، ما چون زاده خودمون جوان زاده دوران استقلال هستیم، بسیار موفقیت ها به دست آورده ایم. این همیشه دستگیری های خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که جوانان رو در پیشه خود جوانان رو همچون آینده ملت راهنمون ساخته. ما این رو شعار خود گفته برای پیشبرد جامعه امروز هرچی بیشتر و بیشتر تلاش نموده ایستادیم.
سفر تقریبا یک روزه ما در ناحیه روشان از دهه شیتس که کلید دروازه منطقه منیداد می‌گردد آغاز گردید. در این دهه قرار داشتیم و یک روزی با صفای کوهستان خیلی راحت افزا بود. شیدز این کلید دروازه بدخشان میگویند، چون که اگر امروز همین هواپیماها رو گیریم از طرف دوشنبه می بیایند، همین جا یک زینه پایین می فروند. در بالای همین از آسمان دهه شید یک زینه پایان می فروند و بعد طرف خاروخ حرکت می کنند. خود معنی کلمه روشون گوریم اگر روشون از کلمه رخ گرفته شده. رخ گرفته شده معنیش رخ ما روشنی میگوییم. اولا میگوییم که صبح که میدمد ما میگیم رخ زود. به زبان روشانی میگیم رخ زود. یعنی که روشنی برآمد، روشنی برآمد. رخ معنی کلمه روشنی است. با باشندگان دهه شیدز ناحیه روشان با رسم و تعامل مردم، خوراک‌های ملی و فرهنگ و صنعت خانه‌سازی و آرایشات از نزدیک شناس گردیدیم. دقت نخستین ما را محض طرح و دیزاین خانه‌های بدخشانی که از قدیم الایام مردم این مناطق در چنین خانه‌ها زندگی می‌کنند بیشتر جلب کرد و اطراف این با ساکن دهه سبزعلی محمد صالح هم صحبت شدیم. چهار تیرچوب دراز است که این رمز چهار عناصر است: باد، خاک، آب، آتش. یعنی تیرچوب یکم، تیرچوب دوم و تیرچوب سوم دراز و تیرچوب چهارم. و از طرف اردبان یعنی آتشدان درج شدن 7 تیرچوب دراز. این منصوب است به 7 سیاره، یعنی آفتاب، ماه، زحل، عطارد، مریخ در شده است. و پایینتر یعنی از اینها در سنج اول این عالم خداوندی یعنی عالم انسان، در سنج دوم این عالم حیوانات است و در سنج سوم این عالم پرندگان است و در سنج چهارم این عالم نباتات است و عالم حیوانات و عالم ماهیان. یعنی آنچه خدا آفرید در بیرون از خانه، اما آفرینش خداوندی وارد شدند در خانه بدخشانی. در خانه بدخشانی گویم که نقصترین است، چون که وی هوای تازه دارد. من روزن میکنیم، خانه آخرین روزن دارد. با واسطه من روزن، همین هوای گنده که در خانه است، با واسطه من روزن برآمده میرود، هوای وی تازه است. برای من ما همین خانه ها با فخر میکنیم که همین خیلی خانه داریم. این از نسل به نسل تا به امروز به ما باقی گذاشتند. یعنی هستند به زمان ترقیات زمان بعضی ها خانه بدخشانی را به طرز قدیم آراسته میکنند، ولی بعضی ها هستند یعنی ستون ها، یعنی یک ستون که ستون دراز است و همه ستون دراز را میپرتویند، یعنی به زمانه مطابق میکنند خانه بدخشانی. باید گفت که خانه ها گرچند به طور عادی ساخته شده باشند هم اما فلسفه بوی و غنی را دارایند. پژوهشگران سنه پیدایش خانه های بدخشانی را به عهد شاه جمشید ربط می‌دهند. خانه های ملی بدخشانی نه تنها بهترین شرایط برای زندگی در سختی های کوهستان است، بلکه یک خزینه غنی فرهنگ و مدنیت قدیمی این منطقه را انعکاس می‌کند. سالهای پیش چون که ارعر کم داشتیم، مردم ما از چوب چهارمغز، از چوب توت و از چوب زردالو استفاده می بردند. فقط یک ستون این رمز به فاطمه زورا است که از درخت میوه‌دار آن را تیار می کردند، چون که از نسل انسان از زن پیدا می شود. هر یک خواجگی میمانخانه خود را دارد، لیکن فرض کردیم که عائله هایی که در همون خانه زندگی میکنند، من همونجا خیلی
پیچکم داریم، خب کمر میخریم، گرم نرمال همین 15-20 گراد گرمی هر سال است در خونه. بسیار نغز، هوای نغز دارد. این خانه ها از چوب، لای و سنگ ساخته شدند، چون بام خانه ها به 5 ستون تکیه می کنند و این ستون ها در بالای سنج ها می ایستند. بالای ستون ها باز 2 چوبی حجما کلان با نقش و نگاری میلی جای داده شدند که یکی از آنها رمزی حیات جسمانی و دیگری نشانه از روح می باشد. هستند در یک چند خانه دیگر در همین قشلاق ما که از 100 سال ممکن یا از 200-300 سال زیاد عمر دیدن. تا هنوز هم همون خانه ها فرسوده شدگین. در سالهای پیش همینجا آتشدان میگوییم، آتشدان داشتیم برای اینکه در همینجا هیزم کم بود، انگشت به طرف های ما کم می آمد، وارد نمی شد. آتش همینجا می انداختیم، نان می پختیم، خراجات تیار می کردیم. همین چوب ها را از قدیم الایام دود می زدن. دود می زدن برای اینکه را دود می زدن چون امروز کراسکه است، رنگ است. اما از قدیم الایام همین دود قطعی همین چوب ها را دود می زدن که همین ها را کرم نخورن، سوراخ نکنن. مردم این مناطق ضمن آرایش خانه و لباس بیشتر از رنگ‌های سرخ، سفید و سبز استفاده می‌برند که این همه رمز روشنی و تازگی و پاکتینتی محسوب می‌گردد. رنگ سیاه را در آرایشات و استفاده سر و لباس منسوب نمی‌دانند. انسان ها فقط 2 رنگ داشتن، یکی سفید و دیگری مثل بور. اما برای پاکی و پاک وجدانی و آزاداندیشی بیشتر مردم ما رنگ سفید را استفاده میبرند و رنگ سرخ چون که مردم ما در یک جایگی زندگی میکردند، چون که در بینشان یک مهر، محبت، وفاداری، یکدلی و یک زبانی می بود، رنگ سرخ را استفاده می بردند. و بعضی وقتها رنگ سبز، یعنی رنگ سبز از آن جمله این طبیعت سبزی که پروردگار به انسان انعام کرده است، چون که همه رزق روزی ما از رنگ سبزی طبیعت خداوندی است که ما امروز در خانه های بدخشانی رنگ سبز را استفاده می‌بریم. تبری عیان شد در خود همین دهه کوچک با نام شید 3 یادگاری تاریخی وجود دارد. یکی قلعه محمد صالح، دیگری کهنه قلعه و سومی قلعه دیولاق محسوب می‌گردد که تا هنوز نگاه داشته می‌شوند و مردم از آنها با افتخار حفظ می‌کنند. من روی که ما عذر قطعی وی آمدیم، من روی وی همینجا برا آمدن مردم و قلعه رو برای آن ساخت که در اینجا من دیدید خانه های استقامت هم در اینجا خانه های میده ساخت است برای آنی که مردم های پیشتر، مردم های افغان اینجا آمدند. من آنها رو چی کرد؟ مردم ها برای پنهان کردن شبانه آمدن در همین قلعه استقامت کردند، برای خود را از دشمن نجات داشتن در همین جا شبانه استقامت کردند و شب برای آنه که آنها را نزنند من از پایان رفته و برای خود آوردند. ما به قلعه محمد صالح تشریف آوردیم که در یکی از موضع‌های زیبای و بلندکوه میان خرسنگ‌ها ساخته شده است. یک قسمت دیوارها با نوشتجات و تصویرهای مخصوص چون رمز شکارچی، اسب، گوزن، شمشیر و غیره آرا یافته بود که از کشیدن این تصویرها حتی مردم محل یاد ندارند. از این رو خلاصه برآوردن ممکن است که قلعه مذکور تاریخی طولانی دارد. از همینجا می نماید چون قلعه همین خیلی که همین قلعه بود بسیاری آدم ها اینجا آمدن، نصف دیگران رفتن چون قلعه و از همین قلعه با چونه تر برای همین چون قلعه نام گرفت.
گرداگرد قلعه را باغ زیبای عبارت از میوه‌های لذیذ به مانند توت، زردآلو، ناک، امرود، سیب، چهارمغز و غیره احاطه کرده است که مردم از آن استفاده میبرند. هر یک این درختان میوه دهنده از سینه کوه و خرسنگ ها برآمده‌اند که یک اسرار خاص دارند و به نزاکت این مکان تاریخی باز حسن دیگری را ضم نمودند. اساساً چی ما امن توت از این توت پس تیار کرده میشن. خیلی مردم ها زندگی به واسطه توت کردند پیش از رولوسیون. اساس زندگی ما به توت بود. خیلی غله هم کوریدند. ما زمین و دیولاخ داریم، روز داریم، غله هم کوریدند، لیکن اساساً همین توت بود. سراسر این تل و تپه ها پر از گل و گیاه های درمان بخش است. چون موسم جمع‌آوری و بستوبند این نعمت عطا نموده است، مردم کیها برای دارواری آن را غنداشته خشکانیدند و فصل سرما قسمت آن را در خوراک همچون خوشبویی و طبابتی استفاده میبرند. از اون جمله در همین قشلوق ما هم پودینه است، خیرخیل، درختون، رمشک است. خوب خیلی گزنین در تمام در همین قشلوق هم یوف میشد و در همین کیهو ارخیل علفوش فو بخش هستند و یو میگیرن در سوی خوش میکنن بعد استفاده میکنن. من رمش که برای درد دندون، بوز برای هر خیل کسل او استفاده برده میشود. خیلی پودینه و خیلی که ابوالی بمیسنو من چه کوردمون در درون همون رمش پودینه دسته همون کرد شد و شد آب شد و بعد فهمید که کسلی پسرش من همین پودینه بود است. خیلی از همون وقت من مو هم همین خیلی چیزو هم میخونیم، کتابو هم میخونیم، بعد چی میکنیم؟ استفاده میکنیم همین علفوی و گیاهوش و بخش. هر یک تهام محلی بدخشانی تاریخ چندین هزار ساله را دارند و سنت و طرز و اصولهای پختنی به خودشان خاص را دارند. این تهام‌های ملی که همشون خصوصیت شفایی دارند تا امروز آماده می‌شوند. طعم‌های ما از میوه ها تیار می شود. یعنی تابستان ما جوانان این میوه ها رو همه جمع می کنیم. بعدا از میوه ها یعنی پیش تیار می کنیم و هرچی فایده آور رو از میوه ها تیار می کنیم. چنین طعم‌هایی هستند که از پیش تیار می کنیم. یعنی پیشت ها چند خیل می شود. از دونک تیار می شود، از چهارمغز تیار می شود و از بار روغن می کنیم در درونش. این پیش ها خیلی فایده آور هستند. خیلی با خوراک‌های خود ملی هم استفاده میبریم که با گرم باشد، ما رو گرم نگه کنند. مثلا ما چهارمغز چی میکنیم استفاده میبریم، در جای ما چهارمغز داریم هم و ویره با قطعی این توت خود چی میکنیم که زمستان با برای ما گرمتر باشد. ما زنون بدخشانم بعضی طعم‌های ملی رو تیار کردیم. از اون جمله من این طعم ملی ما اتوله نام دارد که این رو از زردآلو، ارد و آب تیار میکنند. خیلی این طعم برای هم فایده دارد، هم برای بسیار کسلی ها، از اون جمله کسلی قند، کسلی زکام، اگر آدم کسلی زکام به دچار شود گرم این رو میخورند، بعد عرق میکنند، کسلی تیز و می شود، برطرف می شود. منطقه روشان بدخشان مکان زردآلوزار است. مردم این میوه را بیشتر ذخیره میکنند و در تمام موسم از زردآلوی خشکیده خوراک ملی با نام ناشخوهپه یعنی اتوله با زردآلو آماده میکنند. گویا آن دوای بهترین برای بیماری زکام است. نمودار
زردالو اینجا بسیارین زردالوی معموری میگوییم ما این رو. زردالوی اعظم شیرین. همین خیلی زردالوی شیرین. خیلی با زردالوی ترش است، تلخ است. دونه که ویم میگیرن روغنش چی میکنن ویم دارو هست. اگر درون درد کند یگون کسلی شود ویم می نوشند و همون کسلی چی می شود برطرف می شود. در برابر خوراک ناشکوفه به قبل بانوان بیش از 40 نوع دیگری طعام ملی در روستاهای منطقه وجود دارند به مانند آش باقلا، شیرفطیر و شیرکدو، چند نوع اوماج، قروتاب، شیروغن، خیخزن الوای سفید، شیربت، دلده، باج و غیر میان مردم معمولند. سیری پری مو از جنوب ولی محترم پرزیدنت خود بسیار منتدار هستیم چون که وی برای مو نفقه خورونم بسیار غمخوری می کند. نفقه مو بلند شده است. بعد موی به نظر می گیرد و مو خیلی منتداریم. شوی که جوشید مزهش می برود کمی می جوشد. وقت مزهش برآمد بعد چهارمغز می پرتوید. چهارمغز قطعی کم دیگر جوشید و مزه چهارمغز می برود و بعد وی شیر می اندازید. یکی از طعام‌های صبحگاهی مردم بدخشان شیرچای با چهارمغز است. با خاله اناردانه صبح بروقت هنگام شیرچای پزی هم صحبت شدیم. به گفت او استعمال شیرچای به طبع و ذوق هر کس وابسته است. طرز آماده کردن آن در هر منطقه بدخشان اصول خود را دارد و با استعمال آن بیشتر کلانسالان میل دارند. این دانه که چهارمغز برای با مزه شدن روغنش می برود شیر قطعی آب شوی سیاه قطعی جوشد مزهش می برود بولوش هم روغن می شود. چه خیلی که روغن در چوی می اندازه می خیلی دیگر همین دانه که زردالو روغنش می برود دیگر می جوشد. شیرچو هر خیلی است. شیرچو است که کم شیر می اندازه و رنگش فقط می برود و مزه ندارد. شیرچو است که شیر قطع فقط. شیرچو است که قیمو قطع اگر و چه میکنی باید بازم نقصتر است. می جوشد بعد نمک می اندازیم. نمک ده در نمک بعد قوشق قطعی میگیریم. همش جوشی تیار برای خوردن تیار. چون در بیشتری خانه‌های بدخشانی بودن اسباب‌های موسیقی به خصوص رباب عنعنه خاص هر خانواده است. هنر نوازندگی را از رباب بدخشانی آغاز نموده به تدریج به نواختن دیگر اسباب‌های موسیقی می‌پردازند که امروز با ملکه و مهارت خاص در سرودخوانی هر یکی آنها ماهرانه استفاده می‌برند. از دوره‌های دور همردیف نسیم سبک کوهساران آوازی به گوش می‌رسید. گوش کن جان گوش کن مرد جهان را گوش کن گر تو استی آدمی پیر مغان را گوش کن گر تو استی آدمی پیر مغان را گوش کن از بدن دایم ازر کن عاقله را گوش کن از بدن دایم ازر کن عاقله را گوش کن لفظ یک خلق دانو هر زبان را گوش کن لفظ یک خلق دانو هر زبان را گوش کن
دوست نانی نام بده دوست جان را گوش کن دوست نانی نام بده دوست جان را گوش کن حرمت مادر نما گوار بان را گوش کن حرمت مادر نما گوار بان را گوش کن از پدر چون پاسبانی پاسبان را گوش کن از پدر چون پاسبانی پاسبان را گوش کن بر لب چشمه بشین و بلبل را گوش کن بر لب چشمه بشین و بلبل را گوش کن لفظ شیرین گر بخواهی کودکان را گوش کن لفظ شیرین گر بخواهی کودکان را گوش کن قصه پیرک شنه و قصه خوان را گوش کن قصه پیرک شنه و قصه خوان را گوش کن عجوبت سفر باز در آن بود که راه کوهی خیلی زیاد بود. مهمترین و جالبترین مشاهده این به چشم رسیدن سیاحان خارجی بود که یکی دوچرخه سوار پیش می رفت و گروه سرگرم تماشای یادگاری های تاریخی و مفزه های دلنشین این دیار بودند. با قبل بابای غلام نیزارف امسال تشریف سیاحان به منطقه از سالهای قبلی دیده بیشتر به مشاهده رسید. میگوید سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی به ساکنان فایده معنوی و اقتصادی آورد. سیاها میبینند زندگی مردم ما رو خیلی حرمت احترام اونو رو میکنند من میبینند سیاها خیلی طرف های شممون چه به داماد دخبه میروند خیلی ستایل میکنند میفهمند چه خیلی مردم ما زندگی میکنند چه خیلی رفت آمد دارند چه خیلی حرمت میکنند به همه منها اونو سرفهم می روند. با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید و مردم سرزمین روشنزمین هم از این معرکه در کنار نماندند. هنر و هنرمندی را رشد دادند و چندین نفر سیاحان از این مکان دیدن نمودند. بسیار جایهای تاریخی در روشنزمین هستند. یکی از آنهایی که ما در این مسکن گرفتیم امروز و دومین این ناحیه روشان جهت سیاحی وادی برتنگ است که یکی از جاهای خوش زیبا هستند و در وادی برتنگ یکی از کوههای کلانترینی که سریز آن را نام میبرند سیاحان از آن جا دیدن نمودند. بسخوتون خوش محمد و 80 سال دارد و هنوز هم تاقی می دوزد. هنرهای آموختش در زندگی دستیار و یاری رسانش گردیدند. عادتا مردم ده بیشتر به کشت و کار رو می آرند. خالای بسخوتون دست و وقتش به کاری صحرا هم می رسد و به گلدوزی و تاقی دوزی هم. محصول دستانش رو می فروشد و با مبلغ آن به خاندان خود مدد می رساند. این توقی ها البته از زمانهای خیلی پیش هم وجود داشتند. من این هنر رو از اپم گرفتم، لیکن وقتی که همون دوره ها اپم می دوخت من البته اونقدر باوی اونس نگرفته بودم. هسته این چیز اکنون آموی شد، طلبات به این توپه ها خیلی زیاد شدند. برای همین
من هم سر کردم و اول البته کار مشکل بود، نتوانستم. اوسته خیلی مجبور شدم، مجبور کردم خود رو و عاقبت نه این رویور گرفتم. این توپه ها 3 خیل میشوند، یکیشون 6 پره دارند، یکیشون 4 پره. این بوزنه میگن که معقول برای ما. البته حوزر من نبیرم رو یو دو دستادم کلینم میدوزد، چون که اکنون سن سال من رفت. بعد از اون به من میراث گذاشت، من باز به کلینم و به نبیره چم یاد میدم و به او میراث میگذارم. عمرش به 80 رسیده باشد هم تا هنوز از هنرمندی دل کندنی نیست. عین حال او برای عروسان و دیگر مشتریان تاقی آماده می نماید. در صحبت معلوم گردید که به دوختن تاقی مشغول است و در زودترین فرصت باید آن را آماده کند. خیلی خرسندم البته از دولت پرشرف خودمون، از پرزیدنت خودمون که به همین چیزو، همون میراث گذشتگان خودمون رو اکنون به این اکنون امکانات دادن که ما اینها رو احیا کنیم و به دیگرها یاد دهیم تا که فراموش از خاطر فراموش نگردن اینها. اکنون کار مشکلم باشد که باز نتیجه بخش است برای زندگی هم درست به یک مرحله آخر آدم میرسوند. بعد نه 3 روز می بافیم، بعد از اون این 3 روزهای نه به همین متو اکنون چه میکنیم میدوزیم و البته درونش به اکنون متوی جنس اگر باشد با بهتر، چون که جنس اکنون اینها رو ترنگک نگاه میدارد. دیگر خیلی اگر باشد بوز غفستر متو درونش میشد بود بدتر ممکن چه میشود. بانوی دیگر امان بیگیم بافنده چیردست است که محصول موینه زیبایش به مثل جوراب، ژمپیر و شال سیر خریدارند. وقتای آخر برخی از بانوان ترک رساندگی میکنند و در تیار نمودن محصولات دستی از رشته سینتتیکی وارداتی استفاده میبرند. من خودتون میبینید که در به نمایش گذاشتن همه نمود جوراب های پامیری که اونها اساساً از پشم گوسفند تیار کرده میشوند و این در دست من این جوراب های پامیری هستند که اونها تازه از پشم گوسفند تیار کرده شدن و برای سلامتی آدم بسیار اهمیت کلان دارند. و این نمود جوراب ها اساساً جوراب های روشانی می باشند. من این جوراب های هستند که اینها جوراب های مردم برتنگ اساساً هستند و با زنان ما با هنرهای خود جزو ها رو میکنند، تیار میکنند از پشم گوسفند. ارخیله جزو ها برای دخترها اینها رو تیار میکنند. رنگ جلودار چشم فریب است و دیر نمی پاید، ولی بهای اساسی را خریدار به مالمان از روی نشانه های صفت می دهد. مال از رشته های محلی تیار شده گرم و بداشت است و گر زیبا دوخته شود نظیر ندارد، میگوید این هنرمند. خانواده امان بیگیم نظر و در دهات نمونوی محسوب می شوند. این همین جوراب هایی که هستند اینها بی رنگ هستند، فقط همین پشم تازه گوسفند هست و ها را تیار کردن، ریسمون تیار کردن و جوراب ها را از این ریسمون از این پشم تیار کردگی هستند. خریداران البته جوراب های تازه پشمین نسبت همین جوراب های رنگی که وی ها رشتهشون و سونی می باشند
نسبتا زیادتر هستند و نرخ اینها هم قیمتتر است. بیشتر سیاحان توجه میکنند برای خریدن من این خیلی جوراب ها. اگر امانبگی مردمی محل را با جوراب‌ها و دیگر محصولات بافندگی تامین می‌کند، با نوع دیگر که خود را زلفیه معرفی کرد، به هنر مهره بافی و کاکل سازی مشغول است و محصول دسترنج او را بیشتر نوروسان خریداری می‌کنند. اقدام نیک پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان باز آن هنرهای اجدادان ما را از نو احیا کنیم، زیرا که آن هنرهای از بین الکای رفتن و ما توانستیم در این سال آن را از نو برقرار کنیم. من خیلی که دیده شاهد آن گشتید، عروسان نازنین روشن زمین یگان عروس به موی باف به خانه داماد قدم نمیماند و اینچنین باز با مهره هستند موی باف‌هایی که آنها را از رشته سنی و موی باف‌هایی هستند که آن را ما با رشته پشمین تیار میکنیم. از پشم گوسفند آنها را تمام کرده، سپس آن را در وقتهای قدیم ما توانستیم آنها را این طور تیار نماییم، زیرا رشته سفیدی که بود آن را رنگ کردن توسط چیزهای طبیعی، یعنی از پوست درختان یا از سبزوات یعنی لبلبو آن را رنگ می کردیم. حاضر باشد در مغازه ها رشته های سنی هستند و فرق بین آنها بسیار فرقیت کلان دارند، زیرا آنها به سلامتی انسان خیلی فایده آور هستند. در مهره و کوکل‌های تیار نموده‌شان بیشتر رنگ سرخ و سفید استفاده شده است. رنگ سفید رمز پاکیزگی و خوشبختی است. در آنها همبستگی انسان با طبیعت و 4 عنصر آن، خاک، آب، آتش و باد با شکل‌های گوناگون تجسم یافته‌اند. ببینید که آرایشات لباس ملی بدخشانی خیلی زیبا و در عین زمان خاکسارانه است و در آن زرحل‌ها و رنگ‌های جلودار استفاده نمی‌شود، بیان می‌دارد او. عروس که خانه داماد وارد می شود فقط با مهره سبز و سرخ باشد و دور ما دیگر خیل مهره هایی که مثلا در یگان چهاربینی ها، نوروزی یا دیگر جشن ها باشد با دیگر نمود ما می توانیم و استفاده بریم، اما عروس فقط با رنگ سرخ و سفید. یگان عروس بدخشانی وارد خانه داماد به موی باف و به مهره و به توقی بدخشانی وارد خانه داماد نمی شود. این رمز است که به ما از اجدادان ما میراث مانده است. بدین نیز فیروزی شمال عجیبی در این ناحیه به وزیدن درآمد. کسی اسرار این شمال ناگهانی را گفته نمیتواند و آن را نیز چون یک نعمت طبیعت میدانند. در فضای این نسیم فارم زنهای کهنسال بالای سنگهای حجما کلان که در نزد حولی هر یک باشنده محل جایگیر است توت نرم میکنند که آن را توت پست مینامند. من تو دزم خواه بعدم پاک چخواه. ما توت را چینده بعد آن را در آفتاب خشک میکنیم. بعد از خشک کردن آن را بالای چنین سنگ ها نرم میکنیم. اگر مقداری زیاد باشد آن را به آسیاب میبریم. ما این را توت پست میگوییم. توت پست برای گرده دوای خوب است. توت را همین خیل هم بسیار استفاده میبریم. امسال توت بسیار شد. ما الکی برای فصل زمستان با چنین اصول ذخیره کردیم. انا این هم تیار شد. توتپست را نه تنها در موسم سرما، همه وقت آن را حتی با شیرچای استفاده میبریم. بعضی ها با میوه توت، دانه زردآلو و چهارمغز علاوه میکنند که این باز فایده بخشتر است. ما نیز با این چهارمغز آمیخته کردیم. حاضر زندگی خیلی خوب هست. همه چیز داریم. از حساب میوه و سبزوات خود را تامین میکنیم. یک قسم را برای خود ذخیره میکنیم، قسم دیگر را میفروشیم.
тамоми гиёҳҳои мо шифо бахшанд. мо ҳамеша онҳоро ҷамъоварӣ мекунем. Он давраҳо худамон аз талу теппаҳо гиёҳҳоро оварда хушк мекардем ва барои доруворӣ истифода мебурдем, ки то ҳоло касал намешавем. ҳоло ҳам одамони кӯҳансол таваҷҷӯҳи бештар доранд ба истеъмол ва ҷамъоварии гулу гиёҳҳои шифобахш. ҷавонон бошанд кам аҳамият медиҳанд. чунин сангҳои калон дар пеши хонаҳои ҳамаи мо ҳаст ва тутро бо кӯмаки якдигар нарм мекунем. як рӯз аз ман, рӯзи дигар аз ҳамсоя, ҳамин хел ба ҳамдигар кӯмак мекунем. ба ғайр аз ин кор боз ҷуроб мебофем, ришта мересем. барои зиндагӣ ҳама корро мекунем. медузему, мебофему, савдо мекунему, меҳнат мекунем. бемеҳнат зиндагӣ пеш намеравад. меҳнат кардан дар кор. сокинони ин минтақа ёдгориҳои тарихиро чун дороии табиии минтақа, сарвати беназир медонанд ва дар ҳифзи он дар баробари давлат худро ғамхору масъул мешуморанд. подоши чунин амали нек имрӯзҳо дар он аст, ки сайёҳон сол то сол бештар аз ин мавзеъҳои ҷолиб дидан мекунанд. қалаи вамар яке аз ёдгориҳои тарихии ноҳияи рӯшон асту бештари меҳмонон аз ин ҷо дидан мекунанд. оид ба сохтмони он ақидаҳои мухталифи даҳонӣ мавҷуд аст. тибқи иттилои бархе аз пирони рӯшонзамии қалаи вамар дар қарни 11 сохта шудааст ва ривояте аст, ки бунёди қаларо ба шоҳи рӯшон Дутан Ориф, Шотолиби сармаст ва Саид Ҷалоли Бухороӣ ҳангоми сафар ба ин манотиқ тавсия доданд. то даврае ки истилои афғон рӯшон ҳокимиятдори худро дошт ва ҳамин қала сарчашмаи ҳокимии мардуми рӯшон ба ҳисоб мерафт. соли 1918 дар рӯшон инқилоби октябр ғалаба кард ва мардуми рӯшон инқилоби октябрро хуш пазирафтанд. худ баҳори соли 1918 дар рӯшон як ошӯбе шуд علیه حاکمون قبل از انقلابی آنهایی که حاکمون بخارا بودن اون دوره آشوبی شد و نه در همین قلعه حاکمون بخارا از همین قلعه با مردم آشوب شده تیر میکشودن ولی مردم آشوب زده با بیل کلند آمدن. این قلعه شاید در جای قدیمه قلعه‌های سوغدی که تا زمان ما حفظ نشده ساخته شده است و اخیراً در آن شاه فرهاد حکمرانی کرده است. سال 1843 سلیمان خان عبدالرحمن بعد از عمکش عبدالعزیز خان حاکم روشان و برتنگ تعیین می شود و قلعه را به طریق حشر از نو تعمیر می کند. میدان عمومی این موضع 1.5 هکتار بوده. قلعه 3 دروازه و 6 توپخانه داشت. در زیر چنار غار چاهی آبدوز کنده بودند که به واسطه آن از لب دریای پنج پنهانی آب میکشانیدند. ومر این نام قدیمه است. نام قدیمه اوریانی است که معنایش وسیع مرز زمین است. ومرز است که جای وسیعش است. اما در ادبیات امروزه جهان، در ادبیات علمی روسی این با نام شهر قلعه ومر یادداشت می شود. قلعه ومر یعنی قلعه ومر است. اما تمام دهات از دهه شید سرکرده تا دهه شجاع این تابعیت قلعه ومر بود. امین طریق قلعه ومر در طول سالها ساخته می شود و دیوارهای آن تا 10 متر بلندی و 3 متر پناهی داشتند. مناره قلعه تا به 15 متر بالا برداشته با پورگی انداوه شد. استادهای دیوارگر برای در نتیجه زمین لرزه ویران نشدن دیوارهای قلعه در مابین هر یک 2 متری دیوار چوبهای غفص جایگیر کردند که این اصول دیوارهای قلعه را مستحکم نگاه می دارد. این قلعه گویم اگر از اول جوی صلح و امانی همین ملک بود همین میماند و امروز هم همین است و امروز هم این است که همین قلعه باعث خوشبختی و
کامرانی مردم روشان است که ما میفخریم به همین قلعه که زندگی آسوده حالانه مردم روشان از همین قلعه سر می شد. بعدا این قلعه در دوران شوروی یک مقامات اجرایی حاکمیت نوی شوروی بود که در همین قلعه حکومتداران شوروی حکم میکردند، زندگی را پیش میبردند و خوبتر از همه در همین قلعه بسیاری از فرزندان بدخشان تربیه یافتند. از مشاهده های چند روزه از بدخشان کوهسار تنها یک خلاصه برآوردن ممکن است. این گوشه زیبای تاجیکستان الکی چون یک منطقه سیاحی نفوذ پیدا کرده است و برای هر یک مهمان داخلی و خارجی این موضع برای سیر و سیاحت می ارزد. زیرا بدخشان با آسمان بوس بودن قلعه های خود این خود الکی سیر جهان است.